میریم به سراغ تماس های شما عزیزان. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وقتتون بخیر آقای انصاری. سلامت باشید. میشه خودتون رو معرفی بکنید؟ ابوالفضل هستم آقای انصاری از اصفهان. ابوالفضل برادر عزیز، بفرمایید. هرچه آقای انصاری در رابطه با این کلیپ‌های آقای قزوینی، من یکی دو مورد رو اشاره میکنم تا شاید تایید کننده این باشه که ایشون وقتی به خودشون دروغ میگن، طبعا دروغ بستن به امثال ابن تیمیه یه چیز طبیعیه. ایشون در شبکه المستقبل به طور زنده در یک مناظره در شبکه المستقل بود. بله، بحث شکستن پهلوی فاطمه اشتباه بوده و یه جعل تاریخیه. سخت محسن یه جعل تاریخی بوده. بعد برگشتن و در همین شبکه ولایت کماکان با اشاره به این واقعه خودشون گریه کردن و مردم رو گریوندن و همون بساطی که قبل داشتن به راه انداختن. درست. در دانشگاه همدان در رابطه با ازدواج خلیفه دوم با دختر علی رضی الله عنه پذیرفتن که به لحاظ تاریخی این اتفاق واقع شده. اما گفتم که آره، از قول ابن عباس که علی رو تهدید کردن ها رو کار به این مواردش نداره. درست. ولی بعد اومدن دوباره در شبکه ولایت کلیپی ساختن که از اساس دوباره این وجود همچی دختر و همچی ازدواجی رو انکار کرد. درست. به حضور شما عرض کنم که من بحثم اینه که اینا وقتی حدیثی دارن که به صراحت میگه که تهمت زدن و افترا به ناسبیان که همون به اصطلاح اهل سنت باشن درست مباهه و یه امر مشروعه و مجاز شمرده شده، خب در این صورت دیگه یه چیز طبیعیه که تهمت زدن به امثال ابن تیمیه و حضور شما عرض کنم که عبدالوهاب، اینا چیز خیلی ساده و پیش پا افتاده ایه. درست. اینا در شبکه ادعای وحدت بین شیعه و سنی میکنن، اما بحثشون اینه که ما با وهابیت زاویه داریم. من سوالم از آقایون اینه که اگه شما مشکلتون وهابیه، آقای یزدانی 1 ساعت برنامه میذاره و شنیع‌ترین و زشت‌ترین و وقیحانه‌ترین تهمت‌های جنسی رو به خلیفه دوم میزنه با روایاتی که داره از منابع شیعه مطرح میکنه. من سوالم از آقایون اینه که این روایات و این جعل تاریخ چه ربطی به وهابیت داره، چه ربطی به ابن تیمیه داره و چرا دروغ میگید که مشکل شما وهابیته؟ شما میتونید آثار ابن تیمیه رو نقد کنید. شما میگید ما با اهل سنت برادریم. این چه اهل سنتی که بشینه پای شبکه شما و زشترین توهین ها رو به خلیفه دوم بشنوه و باور کنه که شما شعارتون وحدت و مبارزه با وهابیت؟ درست. من خواهشم از شما اینه که اون روایتی رو که در واقع مباح میدونه تهمت زدن و افترا بر ناسبی و به اصطلاح خودش و مشروع میدونه، اینو هم آدرسش رو بدین، هم بار دیگه بخونید برای شنوندا تا اینا به طور ریشه‌ای متوجه بشن که این نوع رویکرد یک رویکرد پایه‌ای تاریخیه و این تعارضاتی که ما در صحبت‌های آقایون می‌بینیم، اتهامات و تهمت و جعل و تلبیس، اینا بخشی از ایدئولوژی و بخشی از کارکرد ایناست و اینکه شما نمونه ها رو مطرح می‌کنید هر هفته،
درست از باب مصداق این که حالا روشنگری بشه، ولی واقعا برای اونایی که کمی وجدان داشته باشن، کمی کنجکاوی کنن در رابطه با این مسائل، برایشون واضح و مبرهنه که ریشه این قضایا کجاست و اصلا اینا چرا وارد این مقولات میشن. ما یه سوالی من از شما دارم که این سوال بی ارتباط با کل قضیه نیست. این که ما روایت یا حدیثی رو علیرغم این که با آیات قرآن تعارض نداشته باشه، با سنت تعارض نداشته باشه، با عقل تعارض نداشته باشه، به پیامبر نسبت بدیم، این حکمش چیه؟ یعنی روایتی علیرغم همسویش با نص قرآن و با سنت و با عقل، اما واقعا از پیامبر نباشه، انتساب این روایت به پیامبر چیه؟ من از چندین یک از آقایون علما پرسیدم، گفتن که اشکالی نداره، در حالی که خب دروغ بستن به پیامبر یه چیز واضح و مبرهنی که فعل حرامه، ولی وقتی آقایون به صراحت میگن اشکال نداره، ما دنبال چی واقعا میگردیم؟ چی رو میخوایم ثابت کنیم؟ اینا به زبان اشهد دارن همه اون چیزهایی که به هر حال در تعارض با اخلاقیات، با بدیهی ترین اخلاقیات دارن انکار میکنن و به صراحت میگن مباح، اشکالی نداره. باید ما داریم دنبال یه سری چیزای قطعی رو بنایی میریم، دنبال این چیزایی که به هر حال برای همه روشنه، مثل روز روشنه. و من فکر میکنم که اگر وجود شبکه‌های مثل کلمه و وصال نمی بود، حتی ما که مدعی هستیم که بخش روشنفکری جامعه شیعه رو تشکیل میدادیم، هنوز نسبت به این چیزا جاهل بودیم، ناآگاه بودیم، واقعا نمیدونستیم که بر سر عقاید ما، اعتقادات ما چی اومده. واقعا من خدا گواه بعضی وقتا از فرط درد فریب خوردگی شاید به مرز خفگی میرسم، ولی نمیدونم واقعا این چه اعتقادیه که هر چیز رو برای رسیدن به هدفی که خودشون تعریف میکنن مباح میدونه، مشروع میدونه. وقتی که ما به صراحت دروغ گفتن رو جز گناه کبیره میدونیم، اما به صراحت و به جرأت میان دروغ رو ابزاریش میکنن، فعلش رو در نسبت با هدف تعیین میکنن. نمیدونم، اینا اصلا واقعا برای ما که گیج کننده است آقای انصاری. درست. و نمیدونم چی بگیم، چی کار بکنیم. شاید من فکر کنم قربان آقای انصاری، زنده باشه. درد دل زیاده ولی الله متعالستون کنه. الله متعالستون کنه. تشکر شما. فقط اون آدرس هایی که عرض کردم اگه ممکنه همین الان خدمتتون نشون میدم. تشکر از شما. خدا نگهدارت. این روایت در این کتاب هست، کتاب مصباح الفقاهه فی المعاملات، جلد دوم، در صفحه 11، حرمت غیبت مشروطتون بالایمان، میگه که من انکر واحدا منهم جازت غیبته. کسی که یکی از امامان را انکار بکنه، میگه قضیه غیبت اینجا، حرمت غیبت فقط برای مؤمنین است. غیر مؤمنین شما هر چیزی میخواد در موردشون غیبت بکنید. مؤمنین هم کیا هستن؟ کسی که من آمن بالله و برسوله و بالمعاد و بالائمه الاثنی عشر. مؤمن کسی است که به الله و رسول و معاد و امامان دوازدگانه اعتقاد داشته باشه. باورتون نمیشه عزیزان اهل سنت در هر جایی که هستن، برید پیش یک عالم شیعه بگید که من سنی هستم، آیا من مؤمنم؟ همیشه از این سوال فرار میکنن. بارها دیدید تو این برنامه زنگ زدن آیا ابوبکر و عمر مؤمن بودن؟ آیا عایشه رضی الله تعالی عنها اجمعین مؤمن بودن؟ همیشه از این سوال فرار میکنن. چرا؟ چون اعتقاد اینا است که مؤمن فقط کسی است که به 12 امام اعتقاد داره. غیر از کسی که به 12، حتی شیعه 12 11 امامی و 10 امامی و 8 امامی و 9 امامی و 6 امامی و 5 امامی و زیدی و همه این شیعیان کافرن، اهل سنت کافرن. غیر از مؤمن فقط کی است؟
کسایی که به 12 امام اعتقاد دارن، طوری که اینجا گفته: اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم القائم الحجه المنتظر عجل الله فرجه و جعلناه من اعوان و انصاره و من انکر واحدا منهم جازت غیبته. 12 امام، اولش علی، آخرش امام زمان، هر کسی که از اینا رو انکار بکنه غیبت کردنش جایز است. دلیل اول: انه ثبت فی الروایات والادعیه و الزیارات، در روایات و دعا و زیارتنامه روایت شده که جواز لعن المخالفین، لعن مخالفین جایز است، و وجوب البراءة منهم، اعلان براءت کردن از آنها واجب است، و اکثار السب علیهم، تا میتونید بهشون فحش بدید، و اتهامهم، بهشون تهمت بزنید، و الوقیعة فیهم، و ای غیبتهم، غیبتشون هم تا دلتون میخواد بکنین، لانهم من اهل البدع و الریب، بل لا شبهة فی کفرهم، بلکه هیچ شبهه‌ای در کفر آنها نیست، لأن انکار الولایه والائمه حتی واحد منهم و اعتقاد بخلاف غیرهم و بالعقاید الخرافیه کالجبر و نحوی یوجب الکفر و الزندقه. میگه که کسی که انکار ولایت یکی از ائمه رو بکنه، حتی یکیشون، و اعتقاد به خلاف اون رو داشته باشه یا عقاید خرافی مثل جبریه و دیگه داشته باشه، اینا کافر است و زندیق. و تدل علیه الاخبار المتواتره الظاهره فی کفر منکر الولایه. اخبار متواتر داریم، حالا کسی نیاد اینجا بگه که والله ما نمیدونم فلان است و علان است الا بالله بخواد فرار بکنه، میگه که متواتر است دیگه. متواتر هم که آقایون در شبکه ولایت خیلی معنی متواتر رو میدونن که چی است. منکر ولایت در این مورد میگه که متواتر روایت شده که اینا کافر است. و کفر المعتقد بالعقائد المذکوره، کسی که این عقایدی که بالا ذکر شد داشته باشه، مثلا انکار ولایت یکی از امامان و غیره، و ما یشبهها من الضلالات، و ضلالاتی مانند این در کتاب مصباح الفقه فی المعاملات از سید ابوالقاسم موسوی خویی در جلد دوم دارالهادی بیروت لبنان هم اینو چاپ کرده. اینجا هم که گفته در ادعیت و زیارات و روایات متواتر، دیگه این خلاصه کرده برای شما اعتقاد شیعه رو. در کتاب اصول کافی هم در اینجا این روایتی رو دارن، در اینجا در این کتاب، که میگه که کسی که اعتقاد فقط به این داشته باشه، هر کس معتقد باشد که این دو از اسلام بهره‌ای برده اند، الله سبحانه و تعالی در روز قیامت با اینها سخن نمیگه، از آنها اعلان براءت میکنه و عذاب دردناک هم برای آنهاست. این دو یعنی ابوبکر و عمر. تشکر میکنم احمد جان. و زیاد است مطالبی که در این مورد، اما من یکی رو فقط جهت این که خیلی از اهل سنت فریب خمینی رو خوردن که والا حالا امام خمینی آدم خوبی بود و فلان بود و این بود و اون بود. من از کتاب ایشون هم نشون بدم، المکاسب المحرمه، مؤسسه اسماعیلیون این رو چاپ کرده. اینجا در این کتاب در صفحه 250 در اینجا میگه که یعنی ایمان فقط کلمه مؤمن برای کسی به اصطلاح القا میشه که به ولایت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از ایمان به الله و رسولش، به ولایت هم اعتقاد داشته باشه. این طرف میتونیم بگیم با ایمان است یا مؤمن است و این از ارکان دین بدونه. بعد در اینجا میگه که این روایت هایی که میگه در مورد مؤمن در اینجا ذکر شده و چون که اینها به ائمه اعتقاد ندارن، غیر شیعه اثنا عشری، به همین دلیل میگه که دیگه لعدم الاخوه بیننا و بینهم، برادری بین ما و اینها وجود نداره، بعد وجوب البراءت عنهم، بعد از اینکه واجب است بر ما که از اونها اعلان براءت بکنیم، و عن مذهبهم و عن ائمتهم، و از مذاهب اونها، مذهب اونها و از ائمه اونها. این دیگه برای جوانان حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی دلیل آشکار است در مورد اعتقادات خمینی. هر کسی رو، هر خبیثی رو دیدید که از خمینی دفاع میکرد در تاجیکستان، در افغانستان، در هر گوشه دنیا، بدونید که یا احمق است، از خمینی و اعتقاداتش خبر نداره، جاهل است، یا اینکه دین و ناموس خودش رو در اختیار آخوندهای تهران قرار داده به خاطر چارقرانی که از حکومت ایران بگیره و گزینه سومی وجود نداره. همین
دو گزینه در مورد این انسان صدق میکنه. این حقیقت خمینی اینجاست. میگه که این حرفی که میزنه میگه کما تدل علیه الاخبار و اقتضته اصول المذهب، چنانچه که روایت ها احادیث شیعه بر این دلالت میکنه و اقتضای اصول مذهب شیعه اثناعشری هم همین است. و مشتمل علی المسلم فالغالب منها مشتمل علی ما یوجب ظاهرا فی المؤمن، چنانچه که آن چیزی که در مورد یک مسلمان در نظر گرفته میشه این واجب است در مورد مؤمن. در صفحه بعد صفحه 251 در اینجا میگه فلا شبهة فی عدم احترامهم، در مورد کسی که موالات ائمه رو نداشته باشه و اونها رو امام ندونه، فلا شبهة فی عدم احترامهم، شبهه نیست که ما نباید به اونها احترام بگذاریم، بل من ضروری المذهب کما قال المحققون، چنانچه از ضروری مذهب است اعلان براءت و سب و لعن و طعن در اونها، چنانچه محققین مذهب گفته. بل ناظر فی الاخبار الکثیره فی الابواب المتفرقه، چنانچه که وقتی که شما ببینید در مورد احادیث فراوانی که در ابواب متفرقه اومده، لا یرتاب فی جواز حتکهم، دیگه شکی نیست در جایز بودن حتک حرمت آنها، والوقیعة فیهم، و غیبت کردن آنها، بل ائمه المعصومون، بلکه امامان معصوم، ائمه معصومین چی گفتن؟ اکثروا فی الطعن واللعن علیهم و ذکر مصائم، که اینها زیاد گفتن که طعن بکنید، لعن بکنید و به اصطلاح زشتی های اونها رو یاد بکنید. این نظر خمینی است در مورد غیر شیعه اثناعشری در کتابش. بیشتر از این دیگه چی میخواید؟ در روایتی که اینجا خدمتتون نشون میدم، در حدیث مرفوعی است از سعید بن زید بن عمرو بن نفیل که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده که ایشون فرمودن ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، دروغ بستن به من مانند دروغ بستن بر کسی دیگر نیست. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که عمدن به من دروغ ببنده دیگه جایگاه خودش رو در آتش دوزخ آماده بکنه برای خودش. این حکم کسی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ ببنده. حالا این حدیث با قرآن تعارض نداشته باشه، با سنت تعارض نداشته باشه، با عقل تعارض نداشته باشه، خیلی حرف خوب باشه، اما دروغ بستن به پیامبر صلی الله علیه و سلم به هیچ عنوان جایز نیست. در روایت دیگری هم هست در کتاب بخاری و در مسلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من کذب علیه متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. و در صحیح مسلم روایت دیگری است که من حدث عنی بحدیث و هو یرى انه کذب فهو احد الکاذبین، کسی که روایتی رو، حدیثی رو از من روایت میکنه و میدونه که دروغ است، این شخص از جمله دروغگویان محسوب میشه. پس به هیچ عنوان دروغ بستن به رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست.